مورچیبه تو فقط به این لباسای دومولوگی میگردی؟ همکار تو هم بسیار به این لباس چسبیدی. با تو چی؟ یا خدایا توبه. امرو تو دیوانه یا دیوانه؟ در اصل تو دیوانه هستی. خیلی حاد 25 دیوانه برابر با یک هات. امشب ملیس را دزدیده منتظر دختر نقابدار میشوم. مرحمت کمیسر. تشکر زیاد ملیس جان. بیزار شدن. کجا شدی دختر؟ کدام دختر را انتظاری؟ چی کپای؟ سلام مراد جان. سلام. سلام مراد جان. تو با من نگاه کن، دختری معقول دلی تو اینجا است. من فقط عالم ببینه گفتم. تو چی گفتی زباید؟ خیر چخیل طرزی مرا معقول کردی مراد جان؟ عزیزم تو همین نمودت رو طرز میگویی مگر؟ از برای خدا روان کشانه حسنت خوفی کلون بزن. جانم شیرینم، تو از حسود سوخته ایستاده، گم شو، رو از اینجا، چون که مراد مرا معقول کرد. عالم کور هستی مگر نمیبینی و یادم چشمانش رو از من نمیکند؟ میکنه که زینبه؟ همکار چرا نگاه کنم؟ نگاه دارم ولی از تعجب، نه برای معقول شدنم. مراد جان یعنی میبینم که حیران شده نگاه داری، ولی بگو که طرز کی رو بسیارتر معقول کردی؟ عالم بگو که می پرانمد. هر دو یخیلن. اگر اینش رو انتخاب کنم دیگرش مرا سرزنش میکنن. عالم بگو. وای چی گپ است؟ بله چه خیلی که در اینجا نمایان است ناخن‌های خودش است. مجگان‌های نازک و کوتاه، موی سری راست، لباسهایش موافق با موسم، یوبکه کوتاه نه و جینز انتخابی من است. طرز من این است. چی گفتنی هستی تو؟ مراد جان ما رو سخت رنجوندی. آخر مراد ما از صبح برای اونه که تو ما رو معقول کنی سرگردان شدیم، خودمون رو افگار کردیم، ناخن و میجگان چسبانیده در کوچه ها گشتیم. تو باشه دیگر دختر رو انتخاب میکنی. این کاری کردت عیب نیست مگر داملای عروس باز؟ مراد جان این رفتارت به من پسند نآمد. آخر چی کار کردم من نمیفهمم. شما از من خواستم را پرسیدید، من باشم به شما خواستم را نشان دادم. آخر طرز معقول مراد این خلاص گفته بودی زبید، معلومات خطا دادی. نگفته بودی که مرا دختر جنگلموی معقول مراد؟ دروغگو. کمی گفتم خنده کنیم همکار. من از کجا میدونم که تو زود رفته به هر دوی اینها میرسونی؟ حیران میشوم. من تا عالم ببیره گفتم. وای من کار دارم باید روم. جناب مراد یک ثانیه ایستید. حالا قروتاب میخوریم. قروتاب؟ ها. تو قروتاب رو چی میفهمی ها؟ دخترها من قروتاب نمیخورم. چه خیل نمیخوری؟ بلو زند اینش هم معلوماتی خطا بوده است. پس خوراک دوست داشتتون چی است جناب مراد؟ خوراک دوست داشتم؟ البته که کباب تنوری است. شد این خیل باشد من شما رو به خوردن کباب دعوت میکنم. ایستا با کجا میروی تو؟ تو رو این شام در خانه انتظار میشوم، چون که زبید و من برای تو کباب میپزیم. پس من هم میروم. شد دخترها تمام. این خیل باشد بگاه در قصر یک جای میشویم. با کجا میروی آخر؟ حالا نگفتی که کی رو معقول کردی؟ لازم نیست که گوید به فکر من مرا معقول کرده است، ولی جناب مراد به هر حال بگوید. مرا معقول کردنت رو بگوی.
مرا مقول کرده است. مراد مرا معقول کردنت رو بگوی. آخر مرا مقول کرده است. مرا مقول کرده بگوی. مراد مرا معقول کردنت رو بگوی. مراد جناب مراد. مراد ایستا. مراد ایستا. جناب مراد ایستا. با قفای مراد دویده رفتن. همین زوبایدی قبل بزه بگه دخترانی گوش نمیکنه. نخوا که من رنگ همین میرالی شکمه بزه باشو یا که رنگ همین نورمدی کجلا. یا خدایا توبه. آخر من از پس زهرایم هستم، اینها از پس من هستن. هیچ چیز رو نفهمیدم. استاد هجری؟ شکر خدای مهربان، شما را در آسمان میکفتم در زمین یافتم. چیکار کردی؟ با صنم آشتی کردی؟ از کجا استاد؟ سخنهایم از این گوشش میدارد از دیگر گوشش میبراید، تماما گپ را گوش نمیکند. و شما چیکار کردید استاد؟ زهرا رو پیدا کردید؟ نه پیدا نکردم هجری. بگاه ملیس را دزدیده منتظر دختری نقابدار میشوم که براید. ملیس را میدزدید؟ استاد ملیس را دزدیدن جایز باشد؟ نه هجری، ولی چیکار کنم دیگر چاره ندارم. خدا شما رو ببخشد استاد. آمین آمین. خیر تا بازدید، با دقت باش. استاد یک سوالک دارم. با سوال هجری؟ با خدا نپرسید استاد. از وقتی که این سوال به سرم آمده است با چپ و راست زدم مغز سرم را گرم کرده است. بسیار جوابش رو فکر کردم منو ولی نیافتم استاد. برای همین از شما میپرسم. سوال را بپرس. استاد اگر با یوتیوب وارد شوید و در کانال یوتیوب اسد فیلم پادپیسه نکرده تماشا کنید، آیا این کار جایز باشد؟ باید حتما آبونه شوی، همین خیلی نه؟ چی؟ در کانال اسد فیلم پادپیسه نکرده باشی گناهگار میشوی. گوش کن هجری، بسیاری آدمان در یوتیوب اعضا نیستند. همین خیلی در آمدن نوارها را تماشا میکنند، گناهگار نمیشوند. رحمت استاد، کالاکال چیکن اجقیده باشی گناهگار میشوی. هجری گوش کن پسرم هجری، البته اگر زنگوله را زیر کنند خیلی خوب است. آخر هجری بسیاری ها نمیدونن که اون زنگوله برای چی اونجا گذاشته شده است. برای همین کسی که میدوند اون زنگوله برای چی از زیر میکند. اگر نجقیده باشن چی؟ اگر زیر نکرده باشند شاید در آینده فهمند که اون برای چی از زیر میکنند. تو هم از اعضایان گروهت خواهش کن که اون زنگوله رو زیر کنند. آخر هجری این اونقدر مهم نیست. مهم اون است که نوارهای گذاشته تو رو زیادتر تماشا کنند. کامنتر عباد جایز است. گوش کن هجری پسرم. او صنم نیست؟ ای استاد با کجا میگریزید؟ همین سوالم را جواب میدادید؟ این کارتون گناه و عیب است. ببین چه خیلی میگریزد. حاضر من چی مینویسم با زیر این سوال؟ خیر خالی نموند. آخر کسی کامنتر بد مینویسد حواله‌اش بر خدا. گوره رفت و همین سوالم جواب نداده. سلام بینندگان گرامی، شما خواهش تماشای فیلم های ترکی با ترجمه تاجیکی دارید؟ پس در شبکه ما سبینا HD آبونه شوید و فیلم دوست داشتهتان را با صفت HD تماشا کنید. ما یک قطار فیلم ها را به طور اصلی پیشنهاد کردیم از قبیل هدایت، یار فراری، عشق سیاه و سفید، طوفان زندگی، مردی رذیل، هیچ کس نمیداند، عشق و نفرت، صدبرگ سیاه و اسرار ازل و غیره ها. همه این فیلم ها را می توانید در شبکه ما سبینا HD تماشا کنید. سنم در کجا هستی نمی نمایی؟ اوی بچه جون، همه خیل خرسندم که خدا جنگواره برکتش بده. اخیر مرا ایمو دختر خلاص کرد. من حاضر مسجد برم نماز بخوانم شکر کنم. بیا رفتیم دخترم. رفتیم.
توفیق نشوید اکا. با نام خداوند به اندازه مهربان و نهایت با رحم. محترم جماعت، پیامبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام فرمودند آغاز کننده هر جنگ ستمکار می باشد و ستمکار شکست خورده است. یعنی هر انسان و یا لشکری که نخست شده سبب آغاز یافتن جنگ گردد بیشک او مغلوب می شود. پیامبر اسلام هیچگاه آغاز کننده جنگ ها نبود و در هر محاربه که اشتراک می کردند تنها در برابر لشکر مقابل خود را محافظت می نمودند. تاریخ گواه است که در تمام جنگ هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام اشتراک کردند شماره فوتیدگان به 1000 نفر هم برابر نشدند. یعنی چی از طرف مسلمان ها و چی از طرف دشمنان اسلام در تمام جنگ هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام اشتراک کردند اگر همه کشته شدگان را حساب کنیم به 1000 نفر هم نمی رسند. اما امروز با نام و شعارهای اسلام جوانان و مسلمانهای نادان را سوء استفاده کرده گروه ها تشکیل نموده بر ضد همدیگر آنها را می شورانند و جنگ های را تشکیل می کنند که باعث فوت صدها هزار مسلمان دیگر می گردند. امروز قریب در هر دولتی که مسلمان ها زندگی به سر می برند جنگ و جدال و پراکندگی است. دشمنان اسلام اتفاق مسلمین را به نفاق تبدیل دادند و آیت شریفه مؤمن برادر مؤمن را نیز از یادها محو کردند. خداوند در سوره آل عمران آیت 103 می فرماید و شما همه بر اسمان خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید و نعمت خدا را که بر شما یاد کنید که چون دشمن یکدیگر بودید پس میان دلهایتان الفت داد و به نعمت خدا با یکدیگر برابر شدید و بر لب چاه از آتش جهنم بودید پس شما را از آن برهانید. خدا همچنین نشانه های خود را برایتان بیان می کند تا باشد که راه یابید. از همین جدایی و پراکندگی مسلمان ها استفاده برده با دست خود مسلمان ها را نیست و نابود می کنند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام در حدیث فرمودند که امت حضرت موسی علیه السلام به 71 گروه، امت حضرت عیسی علیه السلام به 72 گروه و امت من یعنی مسلمان ها به 73 گروه تقسیم می شوند. از اینها همه اهل دوزخ است بجز یک گروه، یعنی تنها یک گروه در راه راست است و باقی مانده همه در گمراهی اند. و دوام حدیث چنین است که آن گروه نجات یافته کسانی هستند که از سنت من پیروی می کنند. امروز تمام گروه ها هر یک ادعا دارند که سنت اساسی پیامبر را ما رعایت می کنیم و هر گروه با روش خود شادمان است. خداوند در سوره مؤمنون در آیت 52 می فرماید و همانا این ملت شما است، ملت یکتا و من پروردگار شمایم، پس از من بترسید. و در آیت 53 همین سوره می فرماید پس امتان کار خود را در میان خیش متفرق و پاره پاره ساختند، هر گروه با آنچه نزدیک آنهاست شادمانند. از کلام خدا برمی آید که همین پراکندگی و به گروه ها تقسیم شدن ما هست که امروز ضعیف و ناتوان شده ایم. پس برادران اتفاق شوید، به خاطر این دنیای دو روزه زندگی ابدی را از دست مدهید. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه نعمتهای خدا را بجا آورید. شکرانه کنید که خداوند متعال ما و شما را از نیستی به هستی آورده است. و از پیوستن به گروه های تروریستی که در زیر لیوای اسلام کارهای بد انجام میدهند و در جنگ های بی اساس و کشتارهای مردم بیگناه اشتراک میورزند و جان خود را نیز در این راه خطا فدا میکنند، خودداری نمایید. محترم جماعت، امروز درباره جنگ خندق برای شما معلومات میدهم. در سال 5 هجرت بعد از جنگ بدر و احد مشرکان مکه و دیگر قبیله های عرب همراه با یهودی های مدینه مصلحت کرده برای از روی زمین ریشه‌کن و نابود کردن مسلمان ها سپاهی که از 10,000 نفر عبارت بود تشکیل نموده
ба сӯи Мадина равон шуданд. овозаи ин хабар ба расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам расид. ҳамон замон асҳоби худро барои машварат ҷамъ овард. паёмбари худо гуфт: ба ман хабар расид ки мушрикони Макка бо сарварии Абу Суфиён лашкари 10,000 ташкил карда барои нобуд кардани мо меоянд. шумо дар ин бора чӣ гуфтанӣ ҳастед? баъзе аз саҳобаҳо гуфтанд ки ба муқобили онҳо баромада меҷангем. баъзеи дигараш гуфтанд ки қувваи мо камтар аст, бояд дар Мадина бимонем ва худро дар дохил муҳофизат кунем. саҳобаи бузургвори расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам, Салмони Форс, худо аз ӯ розӣ бод, маслиҳат дод ки дар самти кушодаи Мадина хандақи васеъ канда шавад, зеро хавфи ҳуҷум танҳо аз ҳамин тараф аст. дигар самтҳои Мадинаро кӯҳпораҳо муҳофизат мекунанд. душман танҳо аз тарафи шимол ҳамла оварда метавонад. паёмбари ислом ин пешниҳодро пазируфт ва кандани хандақ яъне чуқуриро оғоз карданд. ҳангоме ки сипоҳиёни Макка ба Мадина расиданд, хандақи бузургеро диданд ва ҳайрон монданд. чанд бор кӯшиш карданд ки он чуқуриро убур кунанд ва ҳамла оваранд, аммо муваффақ нашуданд ва дар он тарафи хандақ барои худ хаймаҳо сохтанд, бо ҳам машварат карданд. шабона пайкеро ба назди яҳудиҳои Мадина равон карданд ва хостанд ки яҳудиҳо аз дохил ба мусалмонҳо ҳамла кунанд. аммо мусалмонҳо аз ин хабардор шуданд ва пеши роҳи яҳудиҳоро низ гирифтанд. мушрикон чанд рӯз дар он тарафи хандақ монданд, фикр мекарданд ки ин чуқуриро чӣ гуна убур кунанд. ва мушрике бо номи Амр ибни Абдивад ба назди хандақ омад ва ба овози баланд ба сӯи мусалмонҳо хитоб кард: кадоме аз шумо бо ман меҷангед? саҳобаҳои паёмбар бо ҳамдигар мегуфтанд: пас Амр ибни Абдивад ин аст, чӣ бару бозуе дорад? дигаре мегуфт: шарҳи паҳлавонияшро шунидаем ки шутурро бо як дасташ боло мебардошт. Амр ибни Абдивад инсони бадҳайбате буд ки худаш танҳо бо шумораи зиёди одамон меҷангид ва онҳоро мағлуб месохт. овозааш бошад дар тамоми нимҷазираҳои араб паҳн шуда буд. ӯ мусалмонҳоро масхара карда фарёд мезад: кадоме аз шумо бо ман меҷангед? кӯ биёед шуморо ба он биҳиште ки орзу мекунед равон кунам? паёмбари худо ба асҳобаш гуфт: кадоме аз шумо бо Амр ба ҷанг мебароед? саҳобаҳо ҳама хомӯш буд, магар ҳазрати Али ибни Абу Толиб, худо аз ӯ розӣ бошад, пеш баромад ва гуфт: ман омодаам бо Амр биҷангам. рӯи мушрикин дар дасти Амр ибни Абдивад буд. ҳеҷ кас боварӣ надошт ки ҳазрати Али Амрро мағлуб мекунад. Амр ҳазрати Алиро дида масхара карда мегуфт: дилам барои ту месӯзад. магар дар байни мусалмонҳо ягон инсони пурқуввату калонсоле набуд ки ту ҷавонро барои ҷангидан бо ман равон карданд. ҳамин тавр ҷанг оғоз ёфт ва ҳазрати Али, худо аз ӯ розӣ бод, амри бадвоҳимаро шикаст дод. садои такбир баланд шуд ва ҳазрати Али обрӯи мусалмонҳоро ҳифз кард. мушриконе ки бо Амр менозиданд сархам ва дар тааҷҷуб афтоданд. ин буд ки малоике бо номи Ризвон фуруд омад ва ба паёмбари ислом саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам гуфт: ла фато илло Али, ла сайф илло зулфиқор. нест ҷавонмарде беҳтар аз Али ва нест шамшере беҳтар аз зулфиқор. ва рӯзе тӯфони шадиде бархест ки хаймаҳои мушриконро канда парешон кард ва ҷуз роҳи фирор дигар чорае наёфтанд. ҳамин тавр мусалмонҳо дар ин ҷанг бо ёрии худо пирӯз шуданд. худоё кулли мардуми мусалмонро дар ҳифзу амонат нигаҳбон бош ва ҳамеша нусрату пирӯзиро бар мо насиб бигардон. амин. ҷаноби Мурод? خانم عالم خوب هستید؟ خوبم. کله کوشش کنید خیزید.
کنه بیایید بخیزید کنی خوب هستید؟ بهترید نه من خودم رو بد حس میکنم جناب مراد چی شد؟ خانم عالم یا خدایا توبه خانم عالم خوب هستید؟ از هوش رفت؟ در کجا است اون آدم خیر نمی نماید کو؟ یا خدایا توبه خانم عالم تو؟ مراد؟ چی گپ است اینجا؟ زینب عالم از هوش رفت بیا یاری کنیم با او نگاه کن چه خیلی فریب کرده ایستاده است چی؟ از هوش رفته است؟ چرا داد میزنی آخر بیا یاری کن مراد من نفری از هوش رفته ایستاده رو بینم زود از هوش میروم نه هرگز خودت را به دست گیر آرام شو فشارم بلند شده ایستاده است زینب یا خدایا توبه زینب عالم مراد مرا فریب کرده از پس زینب رفتی زینب عالم خانم عالم خوب هستید؟ این یا خدایا توبه مراد همکار هر دویشان در روی دستم از هوش رفتن چیکار کرده استی تو؟ ندیده ایستاده تو همکار؟ روسیا مگر اخیدو نمیترزی این دخترو در بغل تو چیکار میکنن؟ همکار هر دویشان از هوش رفتن میگویم چرا نمیفهمی؟ بهشیدن زور گفتی اگه هرش آمدن در بغل تو بهشیدن روسیا یا خدایا توبه ببین دستم مانده شد کنی یک تویش رو بگیر آخر لطفاً گپ رو زیاد نکن وقتی گپ نیست آخر من زینب میگیرم یک دقیقه است چرا زینب رو تو میگیری؟ مراد برای چی زینب نگیرن؟ تینجی؟ انا همین خیل میدونستم که مرا انتخاب میکنی زبید تو عالم رو بگیر چرا این خیل؟ چرا مرا زبید میگرفته است؟ برای چی عالم تو چه مقصد داری مراد؟ نیتت بد بده مراد سر تیزه لبا کمچه ایست یک دقیقه همکار تو چه خیلی دلی سیاه داشته ای؟ چی مقصد می داشتم باز؟ زینب سبک است برای آن میگویم چه خیلی خیر مگر من وزنی هستم کمچه سرت زینب مراد که وجدان انسانی با سبب دارن زبای دستی زینب لد میخورد چون همیشه مرا انتخاب میکنند سرش بته ایت گپا نمیفهمی ایستو آرام شو سرش بته یانگه تایه سرش بته زبای چیکار میکنی دستش رو لد میدی سرش بته میره بهش بیارم تو چه خیلی دادی زبای بس هست آخیر چیکار کرده ایستاده بیا چیکار میکنید شما دیوانه هسته نه کشنو که در دستی من زینب جون همش جای من خودم دست زینب میقپم رها کن زینب رو من میگیرم ما هم دست داریم ما هم مرده سرده وجدان انسانیم شرمنده کردی سر بته دست زینب سرده میگویم دستش درد میکند دیوانگی نکن زینب من همه که دست گوشه میشه دست نبودی بگم سرده رو میگویم چرا منو هیچ کس نمیدارم برا دست زینب سر بته ای علم بخواه تو سرده من بگیرم زینب رو گوفارا بخشت خطی خیلی وقتش خشه چی؟ آخر من کلوی شما بودم کو؟ هجری؟ این دختر طبیعی من کمتر دختری دیوانه هستم برای تو زیخ میشوم هجری؟ میدونستم که با من خیانت میکنی دوست داشته تو از وقتش همین شیطان بودم خیلی نه؟ سنم تو چرا چونین میکنی؟ میدونی که هجری رو چقدر زیغ کرده ای؟ مگر برای یک جنگاور اینقدر او رو میرنجونی؟ بسیار حیران شدم این با تو هیچ نمیزیبد تو خاموش شو شیطان در جایت بشین با این گفتار دلم رو میشکنی چرا با من چونین کردی هجری چه خیلی؟ من با تو چیکار کردم سنم؟ با این شیطان اینجا چیکار میکنه ده؟ مثل دو آدمی با مدنیت نشسته ایم میدونستم که یک روز مرا ترک کردن نزد این شیطان میروی میدونستم ای بس کن سنم از پشتی کارهای بیمانی نامزدی من رو برهم دادی باز آمده اینجا مرا تهمت میکنی این کارها با تو هیچ نمیزیبد میبینی چقدر هجری رو رنجانده ای دیدی چه خیل غمگین شد مگر میارزد که از پشت جنگاور با او این خیل رفتار کنی
زیق شود زیق شدن گیرد. با من چی پروایش را ندارم. به این همان جنگاور دارم، با او خانه دار میشوم. چی؟ من به تو گفته بودم این دختر به تو خیانت میکند. نسبت من چه خیلی این کارو میکنی سنم؟ اینها را پیش از با این شیطان مرا ایواز کردن فکر میکردی جری. اکنون بسیار دیر شده است. تو چی سفزتا میگویی سنم؟ آی تو شرم نمیداری؟ چه خیلی که گفتم من با جنگاور خانه دار میشوم، تو با این شیطان خانه دار میشوی. اکنون عروسی جنگاور نمیشوم گفته بودی؟ چرا فکرت رو ایواز کردی؟ جنگاور مثل تو نیست، فهمیدی؟ او مرا دوست میدارد. مثل تو بولهوس نیست. من با او خانه دار میشوم. شما یک جای خانه دار شوید. اکنون با شما خوشبختی میخواهم. آخه این دختر عقلش رو خورده است. خیر اکنون تو با گرد و اطرافت کمی نظر کن، شاید بختت نزدیک است. کمال سیاه، تو چی خیال آدم هستی ها؟ در محله شنیدم که اون تکشی است کی هست ملیس رو گپ داده است. تو با شعور رو نزده ای؟ بس کن این گپ رو عدنان. کوش اون خطای ملیس رو به شرق دور برد و جانم خلاص شود. با خدا از او دلگیر شدم. کمال سیاه و عدنان جسور، هر دو شما دشمنی من هستید. کاری هر دویتان را تمام میکنم. الو بچه ها را خبر دهید امشب عدنانی جسور رو میبرداریم، کمال سیاه رو به دام میافتانیم. فهمیدید؟ سایرام با تو کمی صحبت کنم ممکن است؟ باز شرم نکرده است پیشم میبرای کنون دیوانه؟ تو مگر ننگ و ناموس نداری؟ من گهواره بخش هجری هستم، هجری رو میگیرم. این رو نقض میدونی، باز چرا رو برایم میبرایی؟ چرا باز با من گپ زدن میخواهی ها؟ توف با تو اینقدر مردی بیناموس بوده ای؟ آه جنگاور زندگیم را تاریک کرد. اگر تو نمیشدی نامزدی هجری و سنم ویران نمیشد. سایرم با من میمون. تو را نش میکنم، میکشم تو را. من میکشم تو را. سنم گفت که با جنگاور خانه دار می شود. با جز آنه که جنگاور بودنم را آشکار کنم چاره ای ندارم. توفه ها رو گرفتیم، همه چیز آماده است. بسیار بوی خوش دارد. شیرینی هم آماده است. نقابم رو کشم همش تمام. کنی بینیم خدایا با من یاری کن. آفرین دخترم، نهایت حقیقت رو خودت دیدی. با جنگاور خوشبخت میشوی. مادر من اون رو برای عصبی کردن هجری گفتم. با فکرم تو جدی فهمیدی. ای سنم، تو مگر مسخره میکنی دخترم؟ با جنگاور خانه‌دار میشوم گفتی. شاید هر لحظه میتوانند به خواستگاری تو آیند. من یگان مشکلی دیگر نمیخواهم. کنی هجری این کارو میتوانی. خدایا با من یاری بکن. در رو کسی میزند. به خدا دامادم آمده است. ببینم کنی. بیا دامادم. ای دامادم. شامتون بخیر. شام بخیر. خودیر دیدی چه خیلی گل آورده است. ای دامادم به خدا میدونستم که میایی. ای این رو بیدار زنک جون. شیر بچه من.
شعر بچه این رو دور قادر برای خوزگوری دخترم اومدی همین خیل نه دامادم بیا خوش آمدی بیا کنی بیا ای دخترم کنی با دامادم تشکر گوی ببین برای تو چه خیل دستگل زیبا آورده است ای پسرم تو با او اهمیت نده چون که تو رو دیده به هیجان زیاد آمده است باز البته که آمدنی تو رو انتظار نبودیم دامادم پدر و مادرت برای خوزگاری چرا نآمدن یا اینکه خودت خوزگاری میکنی؟ مجبور نکن چمن جان شاید مسئله شخصی باشد ای پسرم یا اینکه پدر و مادرت وفات کردن خیر این خیل باشد چرا نآمدن؟ مهم نیست چمن با آنها بعدا شناس میشیم آخر لطفاً البته درست تمام این خیل باشد خدا دخترم رو خوزگاری کن پسرم ای چون این فرصت رو دیگر نمیابم با امر خدا و با قول پیغمبر دخترتون سنم رو برای خودم خوزگاری میکنم مادر تو چی کار میکنی ها؟ البته پسرم و دخترم اولین بار یکدیگر رو دیده با یکدیگر عاشق شدن دیگر با ما گپی نمیموند من دخترم رو با تو دادم من هم دخترم رو دادم آخر من خانه‌دار شدن نمیخواهم ای قادر تلفنت رو برار با دامادمون یک سلفی گیریم کنی من نزدیکتر ایستم مادر پدر شما چیکار کرده ایستاده داخل؟ من با جنگاور نه با هجری خانه‌دار میشوم ای قادر با این دخترت یگان چیز گوی و چی میگوید؟ جنگاور گوش کن در حقیقت بخشش زیاد اما من هجری رو دوست میدارم با او خانه‌دار میشوم مهم نیست سنم میتوانی با جنگاور هم خانه‌دار شوی به این هم جنگاور من هستم هجری؟ سنم؟ ای قادر التماس با من بگو این خوب است چون که این جنگاور شده نمیتواند یعنی نباید باشد هجری؟ تو در حقیقت جنگاور هستی؟ بله پدر جان منم جنگاور بوده است مادر جان جنگاور بودنم رو چرا باور نمیکنید من جنگاورم بله نشان ده آخر چرا باور نمیکنید خدا بزن ما جنگاورم البته کنی شرطنامه‌ات رو نشوندی کدام شرطنامه جنگاور گفته بود که نقابم رو کشیده نمیتوانم چون که شرطنامه دارم شرطنامه‌ات رو نشونده بله نشونده هجریه از کجا میابم اکنون شرطنامه رو دیده تو خیر
шартнома надорад. яъне боз мехоҳад моро фиреб кунад ки ҷанговар ҳастам. модарҷон, падарҷон, охир чаро бовар намекунед ба худо ман ҷанговар ҳастам? санам духтарам, дар ин ҳолат бояд чӣ кор кунем духтарам? бо усули классикӣ модарҷон. аллоҳу акбар, биё рафтем. ба ман бидеҳ духтарам. ҳани инҷо биё. боз худаш ҳани инҷо ҷанговар будая? модарҷон ба худо ман ҷанговар будааст. ҳани исто нагурез. ана ба ту исто. исто. нагурез. исто. кани исто бо ин ҷанговар будааст. ана ба ту ҷанговар. ана ман ба ту нишон медиҳам. ин ҷанговар худтро бинам. исто мегӯям. ана ба ту. شما چی کار میکنید؟ کنه اینجا بیایید. این وظیفه مخفی نیست مگر؟ گوش کنید، این بار خطا نکنید. ملیس را با جایی که گفتم دزدیده میارید. تمام برادرم. تمام کمیسر مراد، این کار رو ما میکنیم. رفتیم. من کلان میشم. با کجا میروی؟ با کجا؟ با این طرف، با این طرف. کجا؟ با این طرف رفت مسخره باز؟ این طرف. شید. دیوانه است چی است؟ рӯзномаи дӯстдошта. имрӯз он комиссари бешармро барои он ки аз пасам бидавад. зайнаб, дар дарун ҳастӣ? биё мелис. зебоча, комиссари зебои ту омад. либосҳоятро иваз куну баро. ҳа, боз ҳамон дугонаи оламат ҳаст ку? ҳамон рақиби зебои ту. ӯ ҳам ҳамин ҷо аст. шуд мелис, меоям. вай, баъд аз хӯрок каме машқи карате мекунем зайнаб? мекунем, вале боз шимат медарад. инро бино, боз масхара мекунад. ҳамааш омода аст. зуд бош, мунтазири ту ҳастем. майлаш. امشب با تو وا میخورم زهرایم، ولی اول باید این دخترمکت را دزدم. جوان مرد هستم ولی خوردنم را ببین. کمال سیاه، کنی زود شربت بیرس. بفرما برادر. مرد هستی. رحمت. سوختم مادر جان. آی برادر، آبی تیز را نوشیدم و یک چیز به خاطرم اومد. بخیر است انشالله عدنان برادر. چی به خاطرت اومد؟ جانی من زهرایم آبی شلغم را بسیار دوست می داشت. دوست داشته دامولازیو، یعنی نام دیگرش کلتا کلاس بود. خدا هر دویشان را طریقی رحمت کند. آمین. آنها کی بودند؟ عشق زهرا و زیا عادی نه، بلکه بسیار عشق بزرگی بود. تیز بوده است. در خمسنگیر از این بهترش رو میکنند. آن را چه می نوشید؟ من نمیفهمم. تو فکرش رو نکن جانم، به این هم نوشیدن هم میتوانی تو. اوه تیز است. ننوش زینب، این تیزه جگری، بدن تا سوخته میگیره. بگذار بنوشد کنه بینیم غیرت میکند. باز شربت شلغم تیز رو منوشیده است. به این هم نوشیده نمیتواند. جناب کمال، با من هم میریزید بنوشم؟
نوشی جان خواهر. خانم عالم بسیار تیز است. او بنوشد من هم بنوشم. سوختم بسیار بد بوده است. و من عدنان جسور رو بیاره. کباب رو بسیار خوردم. من یک بار آمده کمی هوای تازه گیرم. لحظه موافق هم رسید. نرمودا اومد. یه دفعه بابوی فیض بیا که میلی سعیمو خلاص کردن نمیتونه. عصبون ویرونه. شما آماده می؟ حاضر. خبرستمی. بچه این شاگرده بابوی فیض آمدن که؟ از کجا پیدا شدند؟ ما آنها رو میزنیم و دارویمان کم است آخر. خیلی باشه. هوی خورده. شما کی هستید؟ اینها کی باشند؟ بچه ها با شما میگویم مرا عصبانی نکنید. اینجا بیا. یاری دهید. جسور؟ با او چی شد؟ چی گفت هستان جوان؟ کمال یاری دهید. سردیت مرا گفتم. جسور نترس، آمدن تو رو خلاص میکنم. از پس اونها بشویم همکار. من میرشونه میگیرم. تعداد اینها بسیاری بد است. باید از هجری یاری طلب کنم. هجری در کجا هستی؟ میلیس را دزدیدند. باید به قصر بیایی. من در همین نزدیکی هستم استاد. در کجا هستی پسرم؟ چقدر در نزدیکی هستی؟ در حولی. تو بیعقل هستی؟ چی هستی؟ نمیگویی که همینجا هستم؟ بسیار ترساندی مرا. آدم دوزها در کجایند؟ سردیهد مرا. کمال سیاه شما را راحت نمیگذارد. کنی رفتیم میلیس رو نجات دهیم بعداً منو رو میدوزم. بیا رفتیم. چی ایستاده ای؟ استاد آدم های بد را بسم الله نگفته لطوکوب کنی جایز است. یا خدایا گناه من چی بوده؟ هجری پسرم حاضر وقت سوال پرسی است. نمیبینی دختر رو دزدیده ایستادن؟ استاد جایز است؟ یا خدایا توبه. به بسم الله جایز نیست هجری. حتی به طهارت آدم زدن جایز نیست. بیا بسم الله گفته رفته آنها را زنیم و میلیس را خلاص کنیم. استاد باز چی شد هجری؟ من طهارت ندارم. آدم های بد رو به طهارت زدن جایز است. هجری ای استاد جایز است یا نه آخیرای؟ زود تیمم کن و آن آدم ها را بزنیم. زود. این نقابدارها از کجا بر آمدند؟ باید میلیس را شوکت و صمیمی دزدیدند. بسم الله گفتن را فراموش نکنید استاد. گفتم به دلم گفتم. مرا گوش کن. وقتی زدن باز سوال موال ندهی. در سرم حاضر یگان سوال نیست. اگر آید هم سوال نده. تمام استاد. شد. آمده ایستادن. سردیهد مرا. سردیهد گفتم. سردیهد. اکای جنگاور. اکای مراد. شما تمام شدید. بچه ها تمام شدید. دختر ها سردیهد. حاضر جزایتان را میگیرید.
دهید مرا. سر دهید مرا. سر دهید گفتم. سر دهید مرا. سر دهید آخیر مرا با کجا میبره؟ سر دهید. ایستا. تو کی هستی ها؟ ایست نگورز دختر نقابدار. اینجا چی گپ است آخیره؟ мотоциклам رو با کجا گذاشته بودم ها؟ ایستا. ایستا. مراد. 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 کجا گم شدی بچه؟ در کجا هستی زهرا؟ در کجا هستی؟ ایست! کمیسری اکرم. ایست نگورز. زهرا ایست. التماس نرو. دیگر مجبور نیستی که گریزی. این منم. تو را 2 سال پیش از دست دادم. دیگر از دست نمیدهم. من زیا هستم. زیا. салом бинандагони азиз, агар хоҳиши филми ҳидоятро ба таври аслӣ ки аз қисмҳои 2 соата иборат аз тамошо карданро доред, пас ба YouTube канали Сабина HD дохил шуда аз филмҳо дидан кунед. агар филми мехостагиатонро наёфтед, ба мо муроҷиат намоед ва мо дар муддати 12 соат филме ки мекофтед пайдо намуда пахш мекунем. умедворам филмҳо ба шумо писанд меоянд. обуна шудан ва дастгирӣ карданро фаромӯш накунед. خاطر نباش. اکا بو یگون کمبودی نشوه؟ نه شوکت مثل کودکان زهرا، تو را بسیار یاد کردم. بین، ما باز با یکدیگر رسیدیم. دیگر اصلا جدا نمیشویم. تو را دیگر رها نمیکنم. دوست داشتم. چی شد؟ چرا گپ نمیزنی؟ şimdi tam zamanı. یگان مشکلی است. این کمیسری دیوانه چی میگوید؟ حق هستی دوست داشتم. تو را مثل جنایتکار تعقیب میکردم. من چقدر بیعقل بودم. چقدر بیعقل. اگر میدونستم که زهرا هستی تو را تعقیب نمیکردم. Bu sefer Çin ordusu gelse elimizden kurtaramaz. مرا ببخش دوست داشتم. ببخش. Yeter hazırım. یا که به من باور نمیکنی
به خدا نمیدونستم که تو دختری نقابدار هستی وگرنه زیای تو به تو ضرر میرساند مگر؟ این کمیسری به شرم زیو هستم گفتم مرا فریب کردن میخواهد. چی ها گفته ایستاده تو؟ چی خیل زهرا؟ چی خیل زیا؟ چی ها میگویی تو؟ دوست داشتم. چی خیل دوست داشتم؟ عقلت را خورده ای مگر؟ آخر چی خیل؟ تو مگر زهرا نیستی؟ زهرا کی است باز؟ دوست داشته شوخی من هیچ تغییر نیافته ای هیچ. مرو دوست داشتم نگو. تمام تو را میفهمم. چند سال تو را جنایتکار گفته تعقیب کردم اما با پلیس اجازت نمیدیم تو را دستگیر کند عزیزم. به من باور کن. ای تو از عقل بیگانه شده ای. من زهرا نیستم ولی تو پلیس هستی. با من شوخی کرده ایستاده ای. آخر من پلیس نیستم. پلیسی ساخته هستم. بله البته زیا بودن مرا باور نمیکنی. حاضر این را قبول میکنم ولی به من باور کن این را یک جای حل میکنیم عزیزم و تو همه چیز را نقل میکنم و به من باور میکنی. ای کمیسر حال تو خوب است؟ چه ها گفته ایستاده ای؟ ولی یگانم تو هم بسیار ناز کردی ها؟ من هستم زیای تو. آخر چرا باور نمیکنی؟ ببین این من هستم. نگاه کن نگاه کن چهره فراموش کرد. من چخیل احمق هستم؟ زهرا تو رو چخیل با این چهره 90 میشناسد؟ چیکار کرده ایستاده است این دیوانه؟ ببخش مرا عزیزم. فراموش کردم گویم که چهره من عوض شده است. شاید شبهه کرده باشد که دختری نقاب پوش زهرا شنلی است. زهرا شنلی بودنت را به هیچ کس نگو. شخصیتت را آشکار نکن. کمیسر مراد از پست است. از آن آدم دور باش. برای دستگیر کردن من دروغ گفته ایستاده است. مرا فریب کردن میخواهد. ببین برای مرا شناختن لباس داملاگی پوشیده به اینجا آمدم. من 2 هفته شد که با این لباس داملاگی گشته ایستادم تا که تو کمی هم باشد مرا شناسی. آدمی فریبگری. یعنی برای دستگیر کردن من لباس داملاگی میپوشیده است. مثل وقتهای گذشته شده است. بین من داملای ساخته تو باشی زنی ساخته من. آن روزها را بسیار یاد کردم. زهرایم در کافه به من تکلیف خانه‌داری ساخته کرده بودی. دامولو با من زیبا چی ساخته برپا میکنی؟ از من آبی قیترمه خواستنت را هم فراموش نمیکنم. دامولو با ما آبی قیترمه میدی؟ آبی قیترمه؟ بله دامولو. Dövüşürken soru moru sorma. Aklına gelsin de sorma. آن رقصی که با تو اولین بار کرده بودیم. Geliyor. نه آخر. این کمیسر همه اینها رو از کجا میداند؟ شبی اولی خانه‌داری ساخته اما مرا در روی زمین خواب کرده بودی. باز این کافی نیست گفته در بینمان چادر کشیده بودی. به وجدان دیدی این را هم فراموش نکردم. چی؟ اکنون راحت شده؟ بسیار هم. این عجینه رو ناز کردنش رو بینیدی؟ از پسی من گپ نزنید لطفاً. نه آخر این رو دانستنش غیر امکان است. کلتکیلس بودنم را فهمیدنت هیچ فراموش نمی شود. بعد دزدیم مرا با جارب زدی فکر کردم که همه چیز تمام شده است. Dur kaçma maskeli kız. لطفاً التماس میکنم داد نزن. نه اوی اگر یک قدم دیگر نزدیک شوید چقدر آوازی که دارم داد میزنم. خانم زهرا از اینجا رویم همه شو به شما نتیابم. خاموشه. هیچ
چی خیلی انسان هستی ها؟ تو چند روی داری؟ دروغگویی ساخته کن. گوش کنید خانم زهرا. حتی وقتی کلتا کلاس بودنی مرا فهمیدی مرا ترک نکردی. توی ما ساخته بود، من ساخته بودم، ولی عشقمان حقیقی بود زهرایم. باورم نمی‌آید. همه معلومات رو جمع‌آوری کرده است. کمیسر خوین انیق اینها رو شوکت نقل کرده است. سرگذشتی بین من و زیا رو میدونست. کنی دوست داشتم، چرا حالا هم به من خنک نظری میکنی؟ کنی به نزدم بیا. بیا آخر، بیا آخر عشقم. حاضر وقتی ناز کردن است مگر ها؟ چی مشکلی است جانم ها؟ یا که چهره نوم رو معقول نکردی؟ یا خدایا دیوانه میشوم. گپوش رو دیگر طاقت کرده نمیتوانم. مرا فریب کرده ایستاده است. دلم را میشکنی زهرا. شاید چهرم را معقول نکرده ای، ولی باید دانی که چهرم عوض شود هم حسیاتی داشتم همان است. من آن چهره تو رو پورا پورا میکنم. اما چرا این خیال میکنی زهرایم؟ من برای عوض شدن چهره یگان گپ گفتم. تو چرا مشکلی ایجاد میکنی؟ چرا با من اینقدر خنک نظری میکنی؟ یا اینکه بله آخر از پشت زینب ها؟ چی؟ بین به تو قول میدهم که بین من و زینب هیچ چیز رخ نداده است. بین هم آن دختر به من معقول نیست. چخیل تو این خیل فکر میکنی آخر؟ یا خدایا با من صبرتو نما وگرنه من این آدم رو میزنم. گوش کن، بین من و او هیچ چیزی نیست زهرایم. در دل من تنها تو هستی. کمیسر تو چی خیل آدمی نافهم هستی آخر؟ من زهرا نیستم. نمیفهمی این رو؟ مادامی که زهرا نیستی چرا 2 سال از پس اژدهاری سرخ دویدی ها؟ ملیس را چرا 2 بار خلاص کردی؟ چی شد؟ خاموش شدی؟ تمام، لازم نیست که عصبی شوی. دوست داشتم. بیا نقابت را برارو، به نزدم بیا. بس است آخر جدایمان را خاتمه دهیم. کنی دوست داشتم، نقابت را برارو به پیشم بیا. نترس که چهرت را معقول نمیکنم. ما ظاهرا نی، با قلب شکستی. این آدم جدی باشد؟ مگر میخواهد که من نقابم را برارم؟ مرا جدی فریب کرده ایستاده است. Kafayı mı yedin sen? Nasıl ya? Sen şimdi Zehra değil misin? Zehra kim ya? Şakacı sevgilim benim. Hiç değişmemişsin. Hiç. Bana sevgilim deme. Tamam. بیا اکنون نقابت را برار زهرایم. من دیگر از تو جدا زندگی کردن نمیخواهم آخر. بس است. ایست. چیکار کرده ایستاده ها؟ تمام. نه برار مشکلی نیست آخر. ایستا تو رو میپرونم. دوست داشتم. چیکار کرده ایستاده ها؟ من زیا هستم. مرا میپرونی؟ مرا دوست داشتم نگوی. زهرا به خود بیا. میپرونم تو رو. ایست. هرگز این کارو نکنیست. یا یکی پرون. پرون مرا پرون. حالا هم گپ زده ایستاده است. پرون مرا زهرایم. اینجا پرون. در قلبم پرون. پرون.